این بار دروازه‌بان عربستان خیلی سریع میاد بیرون و اجازه نمیده بچه‌ها صاحب توپ بشن و پرتابی که باز از دفاع سردرگم ما این بار بازیکنان عربستان درون دروازه ما جای میدن و عجیبه که باز یک یار دیگه ما رو میان یه 2 دقیقه از زمین بازی اخراج میکنن. فکر کنم میلاد مسائلی بود. دلیلش رو من متوجه نشدم، چرا که میلاد بله میلاد مسائلی هست ولی دلیلش رو ما متوجه نشدیم. بازیکن بسیار قبل از اینکه ضربه رو بزنه بازیکن عربستان دستشو گرفت کشید. خب به هر حال امیدواریم که او برگرده به بازی و این 4 اختلاف امتیاز رو حداقل کمک کنه خودش و دیگر بازیکن‌ها در این کمتر از 10 دقیقه مونده به پایان بازی جبران کنن. یک فرصت خوب و باز هم یک گل دیگه. 22-17 5 اختلاف امتیاز و شهداد مرتجی که تسلیم این پرتاب‌های بسیار خوب بازیکنان تیم عربستان سعودی میشه. البته در مجموع هم من عرض کنم خدمتتون تیمی که الان اونجا به عنوان تیم ما حضور داره منتخب از 2 استان هستن. استان اصفهان 14 سهمیه در تیم ملی و استان کرمان 3 سهمیه. مجموع 4 باشگاه در حقیقت این تیم ملی ازشون تشکیل شده که ما امیدواریم سالهای بعد دورهای بعد حداقل یه تیم کاملتر از سراسر ایران و از باشگاه‌های دیگه داشته باشیم و بازیکنان ارزشمندی رو شناسایی کنیم، روشون کار کنیم، در اختیار مربی‌ها قرار بدیم. من فکر می‌کنم حتی مربیان ایرانی شایسته‌ای داشتیم که میتونستن این تیمو رهبری کنن و واقعا جای اونها هم خالیه کنار این بازیکن‌ها و من فکر می‌کنم اگر اونها بودن شاید بهتر عمل می‌کردن و افتخار رفتن به جام جهانی رو اونها هم میتونستن ازش نصیبی ببرن. یک پرتاب و یک در حقیقت خطا مجددا از بازیکنان ما تو منطقه و پرتابی که منجر میشه به یک پرتاب پنالتی. البته خیلی هم الله کرم نزد اون بازیکنو ولی به هر حال دیگه تصمیم داوران دیدار هست. حالا این سرمربی که تا دقایق پیش بسیار عصبانی بود حالا خوشحاله. ببینیم که پرتاب نتیجهش چه میشود. یار شماره 13 اگر اشتباه نکنم و او این بار میزنه. حالا در حقیقت نقش بازیکنان ما رو اجرا میزنه به خارج از چارچوب و باز یک فرصت خوبیه. به حال اگر او توپم گل میشد واسه اختلاف امتیاز خیلی بیشتر میشد. کمتر از 8 دقیقه به پایان نیمه دوم بازی وقت داریم و در حقیقت این بازی و امیدواریم بچه‌ها واقعا بتونن تو این چند دقیقه باقی مانده جبران بکنن تمام اشتباهاتی رو که تو این بازی داشتن. یک پرتاب باز پر اشتباه. ببینید پرتابای بی هدف، یعنی اصلا کار تیم گروهی انجام نمیشه و ما هم بازی رو داریم میبازیم و هم نیرومون مربوط به مربیان و مربیان ما دارن میبازن. یک فرصت و یک گل دیگه. این بار نتیجه 23-17 اختلاف امتیاز. حرکت آهسته و گلی که یار شماره 15 سلطان العبیدی میزنه. 23-17. البته جا هنوز این 2 تا بازی دیگه ما داریم. خیلی هم حالا نباید سخت ببینیم قضیه رو. 2 بازی اگر به عنوان تیم دوم به مرحله بعد بریم باید احتمال زیاد با کره جنوبی. یعنی ما 2 بازی سخت دیگه البته داریم. واقعا این گروه مرگ شد، گروه سختی شد. قطر تیم بسیار خوب و محکمیه مثل همین عربستان تیپ و کار بازیش. ژاپنی‌ها یه تیم سریع سرعتی هستن. ما باید اون 2 تا بازی رو ببریم فردا و پس فردا. البته ما فردا پخشی از این بازی‌ها نداریم. بله. امید خدا باید روز دوشنبه خدمت دوستان عزیزان میرسیم برای دیدار ایران و ژاپن. اونجا دیگه ترکیب و نتیجه ها معلوم شده. یعنی ما روز شنبه مشخص که آیا تیم اون هستن به عنوان تیم دوم گروه رفته بالا یا نه. اگر ما به قطر هم فردا ببازیم و حتی مساوی هم بکنیم شانسی دیگه برای رفتن به مرحله بعدی رو نداریم. به هر حال کادر فنی داره هم قسم میشه. باز زمان هنوز هست. بچه‌ها میتونن حداقل اختلاف امتیاز رو کم کنن. تیم بسیار خوبیه. درسته که این تیم من عرض کردم حالا از 2 استان ما و یا از 4 باشگاه تشکیل شده ولی تیم بسیار خوبه.
شاید هر مربی دیگه میومد حداقل 80% از این بدنه رو برای تیم ملی استفاده میکرد. تیم بسیار خوب، ما بازیکن‌های شایسته‌ای که برای تیم هستن میگم اکثرشون از بدنه تیم فولاد هستن. تیم فولاد اصفهان واقعا خدمات زیادی هم به هندبال ما کرده و یکی از بهترین تیم‌های هندبال رو تو سالهای اخیر داشته ولی به هر حال یه تیم نمیتونه برای هندبال ما یک باشگاه واقعا بتونه این همه بازیکن بسازه. باید باشگاه دیگه کمک کنن، استان‌ها کمک کنن، شهرستان‌ها کمک کنن، باید خود فدراسیون استعداد یابی کنه، بازیکن‌های بلند قدتری رو، بازیکن‌های خوبی رو از مسابقات مختلف به دست بیاره، زیر نظر مربیای شایسته، حداقل به مربیای خوب و تحصیل کرده اطمینان بیشتری بشه در کشورمون، اونها بیان و انشالله در دوره‌های بعد ببینیم که تیم‌های بهتری داشته باشیم. این تیم هم الان جزو تیم‌های خوب و ممتاز کشورمونه. به هر حال این بازی سختی بود که بچه‌ها تحت تاثیر اشتباهات خودشون و بازی بسیار خوب و منسجم تیم عربستان سعودی دارن این بازی رو واگذار میکنن. 17-23 6 اختلاف امتیاز، اختلافیه که ما باید تو این 6 دقیقه 7 دقیقه پایانی، کمتر از 7 دقیقه پایانی بتونیم جبران کنیم. دکتر شادانفر و ساداتی که یه مقدار باز از ناحیه بالای چشم و چشم آسیب دیده. بازیکنان تیم سعودی خیلی محکم کار میکنن، بدنهای بسیار ورزیده قوی دارن و این تصادم و برخوردها و بازیکنان ما یه مقدار اونها رو دچار آسیب دیدگی میکنه. واقعا من جا داره همین لحظات پایانی باز جا ایمان جمالی رو خالی کنم، جاش واقعا خالی بود. بازیکنی که میتونست امروز به درد تیم بخوره و به تیم خیلی کمک کنه ولی به هر حال نبود. از اون ور هم ما باید اینو ببینیم که به هر حال برای این بچه‌ها زحمت کشیده شد، یعنی اینکه فدراسیون هندبال اردوهای خوبی رو براشون تدارک کرد، دیدارهای خارجی خیلی خوبی دید، سازمان تربیت بدنی واقعا از برنامه‌های فدراسیون هندبال حمایت کرد، کمک کرد و امروز باید این بچه‌ها جواب بدن، یعنی باید پاسخ اون اطمینان مسئولین رو به خودشون بدن و تو زمین به نظر من بازی احساسی کردن. اگر بچه‌ها یه مقدار منطقی تر بازی میکردن و در حقیقت با دقت بیشتری کار میکردن، نتیجه ما باید بالعکس میشد. ما میتونیم تیم عربستان رو ببریم. میلاد مسائلی ببین 3 بازیکن اصلا بهش اجازه نمیدن. حالا باید یکی از بازیکنان عربستان به خاطر خطایی که انجام میده از بازی 2 دقیقه اخراج بشه. باز فرصت خوبیه، یعنی باز الان بازیکنان ما با 1 یارد بیشتر در مقابل اونها هستیم. محمد الزایر 2 دقیقه میره بیرون و تیم عربستان سعودی با 1 یارد کمتر مقابل بازیکن ما قرار میگیره. این رفتن به دفاع زدن اشتباهه، کاری که باز بازیکنان ما ببینید الان الله کرم برای دومین بار میره. هر چقدر زمان بازی بگذره به سود بازیکنان عربستانه و یک پرتاب پرشاه که منجر به یک ضد حمله میشه و اون ضد حمله حالا خوشبختانه به تیر دروازه میخوره و باز ضد حمله برای بچه ما. باید خوب ببینن همدیگر، میلاد مسائلی و پرتابی که این بار هم به دستای دروازه‌بان تیم 5 دقیقه حداقل میشه که گل نزنه. بله یوسف السعید رو واقعا این بچه‌ها امروز گرمش کردن. دروازه‌بان بی تحرک تیم عربستان، البته دروازه‌بان شایسته است ولی بی تحرکه. وقتی بری بزنن خود بچه‌ها توپو به دست و بالش، خب در حقیقت اون دروازه‌بان هم گرم میشه و توپا رو به راحتی دفع میکنه. پشت دفاع ما خالیه، بچه‌ها جوری بیرون اومدن که فاصله های ارضی رو نمیتونن پر کنن. یک پرتاب و بهتر از همه شهداد مرتجی، دروازه‌بان خوب تیم ملی ما زمان رو خیلی از دست دادیم با بازی‌های در حقیقت احساسی خودمون. کمتر از 5 دقیقه 4 دقیقه و در حقیقت 3-4 دقیقه به پایان بازی وقت داریم. باید دید که بچه‌ها چقدر میتونن این فاصله اختلاف امتیاز رو کم بکنن.